بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خهرانم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن نكون جميعا في أحسن حال وبالخير والعافية إن شاء الله. الحمد لله على درس جديد. بصراحة كنت أظن اليوم أنني لن أستطيع أن أدرسكن، ولكن الحمد لله صحتي تحسنت، ولذلك سنأخذ درسنا الجديد. امروز من گمان کردم که متاسفانه شاید درس نشود، از سببی که من کمی صحتم دین شب خوب نبود، اما الحمدلله امروز صحتم بهتر شد. پس درسی نوی خود را آغاز خواهیم کرد ان شاء الله. ولنبدأ بالأسئلة. أخواتي اكتبن أسماءكن في الدردشة، وإن شاء الله سأسأل كل واحدة منكن سؤالا واحدا على حدة. طيب إن شاء الله نامهای خود را در چت نویسید. من از شما سوال میکنم. از سوالهای امروز آغاز میکنیم که در مورد درس قبلی بود، درس دوم. 10 نفری که اول نامهای خود را نویسند من جوابهای آنها را میشنوم، و کسانی که ثبت درس رو گوش میکنند شما میتوانید که انتظار شوید. شما میتوانید که جوابها رو بعد از جوابهای شاگردان گوش کنید. البته شاگردان وقتی که جواب میدهند 10 دقیقه درس میگذرد، اما من تمام آن قسمت درس رو حذف میکنم. 1 دقیقه انتظار میشوید و ما با سوال ها جواب ها رو پیش میکنیم که شما هم با خبر شوید که جواب های این سوال ها چی هستند. انشالله آغاز میکنیم. اکنون نظر کنید. اکنون ثبت ادامه میدهد از همین جا. جواب سوال یکم. در اینجا سوال بود که نون ساکنه و تنوین چند قاعده دارد و این قاعده ها کدام هایند. نون ساکنه و تنوین 4 قاعده دارد و این را یکی از شاگردان همش را نامبر کرد: اظهار، ادغام، اقلاب و اخفا. و در اینجا من کمی در قوسک فهماندم که اینها مختصر کرده چی قاعده ها هست، اما انشالله این را خواندن ضروری نیست، در وقت خود میتوانید که خوانید. جواب سوال دوم چنین بود که نون ساکنه چگونه با تنوین فرق میکند. نقطه اول، نون ساکنه نون است که در نوشت حضور دارد و همیشه تلفظ می شود در اسم ها، فعل ها و حرف ها. تنوین که هست 2 اضافه فتحه، کسره یا ضمه هست، یعنی که 2 تا فتحه، کسره، ضمه هست که تنها در آخر اسم ها پیدا می شود و تنها در تلفظ حضور دارد، نه در نوشت. این هست فرقیت های نون ساکنه و تنوین. اکنون سوال سوم چنین بود که اظهار حلقی چیست و چرا آن را با این نام مینامند. جواب چنین هست که اظهار حلقی تلفظ نون ساکنه یا تنوین و طور واضح بدون غنه وقتی که پس از آنها یکی از 6 حرف حلقی همزه، عین، ح، غین، خا بیاید. آن را با این نام مینامند زیرا حرف های اظهار از حلق، از گلو برآورده می شود. جواب چهارم سوال چنین بود که کلمه یرمولون به کدام حرف ها اشاره می کند و آنها در کدام حکم استفاده می شوند. یرمولون به 6 حرف اشاره می کند، به 6 حرفی یا، را، میم، لم، واو، نون. این حرف ها در حکم ادغام استفاده می شوند، یعنی پس از نون ساکنه یا تنوین بیایند آنها داخل می شوند. آنها به یعنی نون ساکنه یا تنوینی یا نون تنوین به همین حرف ها داخل می شوند، ادغام کرده می شوند. جواب سوال پنجم. سوال پنجم چنین بود که ادغام با غنه چیست و کدام حرف ها به آن داخل می شوند. ادغام با غنه حکم است یا قاعده است که نون ساکنه یا تنوین با غنه به حرف بعدی داخل می شود. حرف های آن ینمو، یا، نون، میم، واو می باشد. این حرف ها در کلمه ینمو گرفته شدند. خب یعنی که چطوری که من واضح کرده بودم در درس قبلی که نه فقط باید که نون ساکنه و نون تنوین به این حرف ها داخل شود و مدغم شود، بلکه از دماغ هم باید صدا خارج کرده شود.
ششم سوال چنین بود که در کدام موردها ادغام در یک کلمه تطبیق نمی شود و چرا؟ جواب چنین هست که ادغام بر یک کلمه تطبیق نمی شود. ادغام در یک کلمه تطبیق نمی شود. مثلا در کلمه دنیا و صنوان، سبب در آن است که ادغام در یک کلمه می تواند معنای کلمه را تغییر دهد و نادرست فهمیده شود. از این سبب این بود جواب که ما تفصیلات این را در درس هم فهمانده بودیم. سوالی هفتم چنین هست که سبب تطبیق نشدن ادغام در سوره قیامه و قیل من راق چیست؟ سبب این است که در آنجا سکت کردن، یعنی قطع کوتاه آواز در نون ساکنه واجب است. سکت کردن آواز ادغام را منع میکند. سوالی هشتم این بود که در تا سین میم چه قاعده تطبیق می شود؟ در تا سین میم حکم ادغام با غنه تطبیق می شود، زیرا نون ساکنه سین به حرف میم که پس از آن می آید که از حرفای ینمو هست داخل می شود. پس این رو ما میگیم تا سین میم، یعنی که نون سین رو هیچ تلفظ هم نمی کنیم. نهم سوال این بود که در مثال های ممال و فمن یعمل کدام قاعده تطبیق می شود؟ در اینجا در ممال حکم ادغام با غنه تطبیق می شود، زیرا که میم از حرفای ینمو هست. اگر من کشاده کرده بفهمانم، در اینجا نظر کنید، اینجا هست نونی ساکنه. وقتی که من از شما در مورد قاعده ها که سوال میکنم، از همه راه آسان برای جواب دادن چنین هست که شما اول در قدم اول نون ساکنه رو پیدا کنید یا اینکه تنوین رو. وقتی که نون ساکنه یا تنوین رو که پیدا کردید و انگشت خود رو بالای همون گذاشتید، حرفی بعد از آن رو نظر کنید. و ما همین گونه کردیم. این رو در اینجا نون ساکنه خود رو پیدا کردیم و حرفی بعدی رو نظر میکنیم که میم مشدده هست یا میم هست. خلاصه همین است که میم هست. و بعدا باید قید کنیم که میم از جمعی کدام حرف ها هست. آیا از حرف های حلقی هست، آیا از حرف های ادغام هست، آیا از حرف های یعنی یرملون هست، آیا از حرف های اخفا هست، از کدام حرف ها هست. و بعد از اون که این دو قدم رو که پیش رفتیم، بعداً با ما روشن خواهد شد که در اینجا ما باید کدام قاعده رو تطبیق کنیم. پس در اینجا سببی که میم هست، میدانیم که میم از حرفای یرملون می باشد و مخصوص تر کرده آیا با غنه خوانیم یا بی غنه. باید با غنه خوانیم با صدای دماغی، از سببی که میم از یکی از 4 حرفهای غنه هست یا یکی از 4 حرفهای هست از یرملون که باید با غنه تطبیق کرده خوانده شود. و این چنین فمن یعمل در اینجا هم نون ساکنه ما در اینجا هست و حرفی بعدی چیست؟ یا. و یا هم از حرفهای یرملون هست و در ینمو هم داخل می شود. پس در اینجا باید ادغامی با غنه تطبیق شود. رنگ همینش و مانند همینش مثال یکم زیرا یا از حرفهای ینمو هست. و سوال دهم چنین بود که در مثال های انعمت و رسول امین کدام قاعده تطبیق می شود و فرقیتی آنها در چیست؟ نقطه اول این است که در انعمت در اینجا چیست؟ نونی ساکنه ما در اینجا است. حرفی بعدی رو نظر میکنیم کدام حرف است؟ عین. عین از کدام حرف ها هست؟ از حرف های اظهار یا از حرف های از حرفهای حلقی هست. پس قاعده حرفهای حلقی کدام قاعده هست؟ قاعده اظهار. پس باید نون رو اظهار کرده خونده شود، یعنی ظاهر و روشن خونده شود. انعمت به طور عادی که ما عموما به اظهار چی هستیم؟ اظهار همون طریقه عادی و معمولی هست که ما به آن عادت داریم. یعنی عموما کسانی که تجوید را نمیدانند در تمام کلمه ها اظهار کرده میخوانند. پس همون طریقه عادی رو در نظر داریم. نقطه دوم همین است که رسول امین در اینجا کدام قاعده؟ ما میبینیم که در اینجا نونی ساکنه نیست. پس میبینیم که در اینجا تنوین هست، رسولون. و پس از تنوین کدام حرف آمده است؟ حرفی همزه. میدانیم که همزه از حرفای حلقی هست. پس در اینجا باید قاعده اظهار تطبیق کرده شود. رسولون نونی تنوین رو باید روشن خوانیم. خب
امیدوارم که به تمام این سوال هایی که من از شما کردم و شما جواب دادید و پس از آن من جواب ها رو به شما پیش کردم، امیدوارم که همه اینها برای شما روشن باشد. من انشالله در امتحان آخری سال از همین سوال هایی که پس از هر درس یا پیش از هر درس از شما سوال میکنم، از همین سوال ها میگیرم، از همین سوال ها انتخاب میکنم، میگیرم و امتحان را از همین سوال ها چی میکنم، آماده میسازم. پس به این سوال ها خاص توجه بدهید. خب انشاءالله اکنون آغاز میکنیم با قرائتی، با خواندن نظم و بعد از خواندن نظم به شرحش میگذاریم. در درس قبلی ما تا اینجا رسیده بودیم تا بیت 12. امیدوارم که شما این بیت ها رو حفظ کرده باشید. در آخر درس وقت شد من از کسانی که هفته گذشته نسپاریده بودند از آنها میشنوم. خب اما امروز چون که پس از این درس ما درسی تصحیح هم داریم، از این سبب باید که در 1 ساعت این درس را به انتها رسانیم. به هر حال از بیت 13 انشاءالله آغاز میکنیم تا بیت 17، یعنی که 5 بیت نو را در درس امروز میگذاریم. خب اکنون بسم الله الرحمن الرحیم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما، دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. حكم النون والميم المشددتين، وغن ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنة بادا. مؤلف با این بیت میگذارد و الثالث الاقلاب، میگوید که سوم اقلاب هست که نزدی با که با میم با غنه تبدیل شده با اخفا انجام میابد. میگوید و الثالث و سوم اقلاب هست که در نزدی با که با میم تبدیل میشود با غنه با اخفا باید اجرا کرده، تطبیق کرده خونده شود. یعنی سومین حکم از احکام نون ساکنه و تنوین اقلاب هست. اقلاب تنها در یک حرف که حرف با هست رخ میدهد. هنگامی که نون ساکنه یا تنوین پیش از حرف با آید، نون ساکنه یا تنوین به میم ساکنه تبدیل می‌یابد و با غنه خوانده می شود و میم پنهان یعنی مخفی کرده می شود. از سببی که این تنها در یک حرف تطبیق می شود، یعنی که حرف اقلاب تنها با می باشد، من زیاد مثال ها رو در اینجا ندادم، از سببی که با 3 مثال انشالله شما خواهید فهمید. در اینجا نظر کنید الانبیاء، متاسفانه من این رو نزدیک کرده نمیتونم، امیدوارم که شما خوب میبینید. الانبیاء در اینجا اگر اهمیت بدهید، در اینجا نون ساکنه ما هست و پس از نون ساکنه با حرف با آمده است. پس قاعده چنین هست که باید نون ساکنه رو ما به میم تبدیل کنیم و همین میم رو باید که با غنه از دماغ یعنی تلفظ کنیم و این چنین باید در عین وقت مخفی کنیم. و انشالله دیگر نقطه ها می آید برای اقلاب که این رو واضح تر می سازد. یعنی که ما می گوییم الانبیاء، الانبیاء. در اینجا من نویستم، کوشش کردم که تلفظ همین رو با تاجیکی، با حرفای تاجیکی نویسم، اما باز هم یعنی دقیق نیست. الانبیاء در اینجا نوشتم، اما باز هم از طوری شنیدن کوشش کنید که به تطبیق بیارید. در اینجا هست من بعدی، اصلا بود من بعدی، میم نون کسره من، اما از سببی که پس از نون ساکنه ما حرفی با می آید، ما چی میکنیم؟ نون ساکنه رو به میم تبدیل میکنیم. البته در نوشت نه، در اکثر مصحف ها بالای این گونه نونی گویم که حکمی یا قاعده اقلاب بالایش یک میم خرد دکک نوشته می شود و این به ما به قاعده اقلاب نون ساکن اشاره می کند. در اینجا باید که من بعدی، من بعدی. خب یعنی که ما نون رو چی میکنیم؟ به میم تبدیل میکنیم و همین میمی که تبدیل میشود به میمی که تبدیل میشود، این میم رو هم ما باید مخفی کرده بخونیم. اما و چطور مخفی میکنیم؟ این گونه مخفی میکنیم که همین صدای میم رو به دماغ خود میکشیم
وقتی که کوشش کنیم که این رو از دماغ خود گویا که براریم خارج کنیم، همین گونه هم قاعده غنه تطبیق می شود و هم مخفی کرده خونده می شود. و آخران مثال این است سمیع بصیر. اصلا این گونه بود، اما از سببی که پس از تنوین ما چی داریم؟ با داریم. این نون تنوین به میم تبدیل می یابد و همین قاعده اقلاب تطبیق می شود. پس اهمیت بدهید، من در اینجا یک مثالی را آوردم که این قاعده در یک کلمه وجود دارد. پس از نون ساکن حرفی با می آید، یعنی که در یک کلمه هم می تواند شود، در دو کلمه جدا هم تطبیق شدنش ممکن هست. این مثالی در دو کلمه بودنش هست و این مثالی پس از تنوین آمدنش هست. خوب، پس انشالله این را با دقت در وقت خود یک بار دیگر نظر کنید. سبب اقلاب چیست؟ سبب اساسی اقلاب آسان کردن تلفظ نون ساکنه یا تنوین هست که با تبدیل آنها به میم ساده تر خوانده می شود. زیرا میم به با در مکان تلفظ مشترک است و با نون در صفت ها. همچنین ظاهر کردن نون ساکنه یا تنوین نزد با دشواری ایجاد می کند. بنابراین تبدیل نون ساکنه یا تنوین به میم با اخفا و غنه این گونه خواندن آسانتر و طبیعی است. خب، یعنی که سببش برای آسانی کردن هست، برای خواندن را آسانتر و طبیعی تر کردن هست. از سببی که چطوری که در اینجا نوشتم، میم و با در مکان تلفظش مشترک است، یعنی که در مخرجش هر دویشون از شفتین خارج می شوند. مخرجشون در شفتین هست، در لبها. و این چونین با نون در صفتهایش، در صفتی یکی از صفتهایش همین غنه می باشد. خب، پس از این سبب، از سببی که خیلی نزدیک هست، این حکم ایجاد می شد تا اینکه خواندن را آسانتر سازد. چطوری که شاید اهمیت داده باشد، چقدری که حرف ها به هم دیگر نزدیک باشند، چی در مخرج باشد، چی تنها در صفت ها باشد، چی در هر دویشون باشد، همین قدر یک حکمی به آنها تطبیق می شود که آنها را از همدیگر کمی دورتر سازد یا کمی جداتر سازد تا اینکه تلفظ آسانتر شود و آنها با همدیگر آمیخته نشوند. این بود در مورد اقلاب. خب، ببینید که چقدر کم میگوید در اینجا ناظم، اما اینقدر شرح دارد این حکم. پس تنها با حفظ کردن این گونه منظومات و این گونه نظم ها کفایه نمی کند برای علم داشتن، باید که نظم را با شرحش یعنی آموخت. ادامه میدهیم به چهارم قاعده نون ساکنه و تنوین. و رابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. و قاعده چهارم اخفا هست نزد حرف های باقی مانده. از این حرف ها اجرای آن واجب هست برای شخصی نیکوکار یا برای شخصی فاضل. یک چیز هست، یعنی چهارمین حکم از احکام نون ساکنه و تنوین اخفا می باشد. و در اینجا هست نزد حرف های باقی مانده عند الفاضل من الحروف، تو اینجا هست، یعنی که چهارم هست اخفا و این عند معنا دارد نزدی. این واقع می شود، به وقوع می آید نزدی باقی مانده از حرف ها. فاضل در اینجا معنایش باقی مانده هست و در اینجا فاضل معنایش دیگر معنا هست، یعنی که صاحبی صفتهای بالا و صفتهای نیک، یعنی که نیکوکار هم گفته می شود یا انسانی فاضل به فارسی هم معنا دارد. پس در اینجا اشاره نزد حرفای باقی مانده یعنی فاضل، اشاره به آن است که اخفا وقتی صورت می گیرد که پس از نون ساکنه یا تنوین یکی از حرفهایی که در قاعده های قبلی اظهار، ادغام، اقلاب نیستند بیایند. یعنی که وقتی که ما حرف های اظهار رو، یعنی که 6 حرف حلقی رو وقتی که ما میگیریم و این چونین حرف های ادغام رو یعنی یرمولون رو هم یک طرف میکنیم و حرفی قاعده اقلاب یعنی با رو یک طرف میکنیم، باقی مانده حرف های حروف الهجا، حرف های زبان عربی ما تحت همین قاعده اخفا داخل میشوند که انشالله خودی ناظم هم در بیت های بعدی تمام اون حرف ها رو چی میکند؟ مینویسد. خب، و در آخر قسمت این بیت چی می آید؟ واجب للفاضل، واجب هست برای شخصی نیکوکار، برای شخصی فاضل. یعنی اخفا بر کسی که به دانش و فهم تجوید رسیده است واجب هست. یعنی که وقتی که انسان آگاه شود از حکم اخفا باید که اون رو تطبیق کند. فضل در اینجا به معنای کمالات علمی است که شخص رو نسبت به دیگران برتر می کند. اکنون میگذاریم میبینیم که مؤلف حرف رو چگونه در اینجا ذکر کرده است.
پیش از حرف ها میگوید فی خمسة من بعد 10 رمزوها فی کلم هذا البیت قد ضمنتها. آن در 5 از بعد 10 تا هست که رمزی آنها در این بیت بعدی من آنها رو جمع کردم. لفظ به لفظ اگر ترجمه کنم در اینجا ببینید فی خمسة در 5 من بعد 10 پس از 10، یعنی هدفش گفتنی 15 هست. 15 به جای که 15 بگوید، حتی در زبان عربی هم 15 نگفته است، حتی در زبان عربی هم گفته است 5 بعد از 10. از سبب چی این گونه یعنی روشن گپ نمیزند، روشن نمی نویسد؟ از سببی که من در اولین درس برای شما فهمانده بودم که وقتی که انسان میخواهد که با طریق نظم و بیت ها یک سخن بگوید یا نویسد، باید که قاعده ها و قافیه های همان بیت رو به نظر بگیرد و باید هر قافیه رو حساب کند. هر قافیه، هر مصرع باید یک رقمی محدود داشته باشد و به مصرع بعدی باید که همانند باشد. از این سبب باید که بعضی کلمه ها رو دراز کند و برای بعضی مصرع ها باید بعضی کلمه ها رو اضافه کند و برعکس هم می شود که بعضی حرف ها رو کم می کند یا بعضی حرکت ها رو کم می کند. پس این برای ضرورتی نظمی هست و برای ضرورتی شعری هست. خب از این سبب این گونه دراز کرده گفته است که 5 بعد از 10. رمزش چیست؟ یعنی رمز این حرف ها، رمز آنها رو میگوید که من در کلمه های بیت بعدی جمع کردم. میگوید رمزها یعنی رمز قاعده الاخفا فی کلمی او کلمی هم میشود، اما من از استادم فی کلمی از یاد کردگی هستم. از این سبب همون طوری که خودم از یاد کردم از استاد عبله به شما هم همون گونه میرسونم. خب چون که در اینجا یک سند علمی هست، چطوری که من برای شما میخونم همون گونه انشالله حفظ کنید. فی کلم هذا البیت، در کلمه این بیت، یعنی این بیت بعدی رو در نظر دارد. برای همین در قوسک من نوشتم بعدی. قد با تحقیق یا اینکه بیشک من ضمنتها، من آنها رو جمع کردم. یعنی حرف های اخفا 15 تا هستن که ناظم همه آنها رو در بیت بعدی در 16 بیت تحفت-ul-اتفال جمع آورده است. هر کلمه آن بیت با یکی از حرف های اخفا آغاز می شود. پس نظر کنید. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی طوقا ضع ظالما. پس اول من فکر کردم که من این بیت رو هیچ ترجمه نمی کنم، از سببی که این بیت گرچند که معنا دارد اما اونقدر معنای روشن ندارد. از سببی که این جمله های خرد که جمع شدند، هدف آنها معنای این جمله ها نیست. معنای این جمله ها در اینجا هدف اساسی نیست، بلکه هدف اساسی همین است که یکم حرف هر کلمه این جمله ها یا این دو مصرع به یک حرفی اخفا اشاره میکند. از این سبب در اینجا ببینید هر حرفی که سبز با سبز رنگیده شده است چی هست؟ حرف اخفا شماریده می شود. در اینجا 15 تا حرف هست. اما باز هم گفتم که شاید شما خواهید بفهمید که چه زبان عربی زیبا هست که هم مؤلف می تواند که برای این حرف ها یک رمز بسازد و رمزی معنادار هم باشد. خب پس در اینجا یکم جمله خرد این است که صف ذا ثنا. البته معنایش دقیق نیست، اما چقدر که دقیق من توانستم همیگونه برای شما ترجمه کردم که به تاجیکی هم معنادار شود. صف ذا ثنا معنا دارد وصف کن شخصی را که سزاوار تعریف هست. صف یعنی وصف کن، ذا صاحبی ثنا را، صاحبی گویم تعریف را. کم جاد شخص قد سما، این جمله دوم هست که چقدر سخاوتمند هست شخصی که بلند مرتبه شده است. کم چقدر جاد سخاوتمند هست شخصی که با تحقیق سما بالا رفته است یا اینکه بلند مرتبه شده است. دم طیبا، این یک امر هست همیشه نیکو باش. زد فی طوقا، در تقوا بیشتر شو. ضع ظالما، ستمگاری رو رها کن. خب پس معنای این بیت را از یاد کردن لازم نیست. اگر شما این رو حفظ میکنید به تاجیکی هم من فکر نکنم که این رو ترجمه کردن لازمی هست، از سببی که بیهوده هست. خوبترش همین است که شما همین بیت رو از یاد کنید و هر حرفی یا کمی کلمه ها رو به فکر خود بیارید.
چطوری که در اینجا صف صاد حرفی اخفا هست، دال حرفی اخفا هست، ثا حرفی اخفا هست. چطوری که وقتی که من از شما سوال میکنم مثلا که حرفهای مفخم یا حرفهای استعلا کدام هایند و شما میگوین که خص ضغط قض، این گونه جواب میدهید. همین گونه برای حرفهای اخفا هم اگر خواهید میتوانید همین بیت را برای من جواب بدهید. صف ذات انا کم جاد شخص قد سمن دم طیبا زید فی توقا ظالما. اما بعضی ها شاید قبل از این، مثلا پیش از اون که من این را از یاد کرده بودم، یعنی وقتی خرد بودم، ما همین خیل حرف ها را از یاد کرده بودیم در مدرسه. تا جیم دزازا سین شین صاد تا ضا فا قاف کاف این گونه میگفتیم. و حتی امروز هم وقتی که من بعضی وقت در صنف کودکان که میروم برای کمک کردن آنها هم همین گونه پیش میکنن، تا امروز هم همین خیل هست. از این سبب اگر شما این را آسان تر ببینید که همین حرف ها را، خود حرف ها را از یاد کنید، باقی ندارد. این مثال را برای جواب های اخفا، برای جواب حرف های اخفا اگر پیش کردن نخواهید ضروری نیست. اما البته که شاگردانی که این را با این درس ها برای 3 سال هستند، شما باید البته حفظ کنید، سببی که این هم برای مستوای علمی شما ضروری هست. پس در اینجا شرح چنین هست که مثل آن که ذکر شد، حرف اول از هر کلمه این بیت یکی از حرفهای اخفا می باشد. حرفهای اخفا این هایند. در اینجا من پورا برای شما نوشتم جدا کرده: صف، ذا، ثنا، کم، جاد، شخص قد سما. تعریف اخفا چیست؟ البته اگر من به کلمه های آسان به شما بگویم، وقتی که پس از نون ساکنه یا اینکه نون تنوین یکی از حرفهای اخفا بیاید، موجود باشد، باید که نون ساکنه یا اینکه نون تنوین رو مخفی کرده خوانده شود. از سببی که این قاعده چیست؟ این قاعده اخفا هست و اخفا معنایش مخفی کردن هست. پس نون ساکنه رو یا نون تنوین رو باید مخفی کرده خوانده شود. خب، و اما در اینجا تعریفی گویا که دقیق و اصطلاحی داده می شود. تلفظ کردن حرف، یعنی حرفی در اینجا میگویم که حرف نون ساکنه یا اینکه نون تنوین با صفتی که بین اظهار و ادغام باشد، بدون تشدید، ادغام بدون تشدید با بقای غنه، یعنی که غنه رو باید تلفظ کنیم در اینجا. در اخفا هم اخفا وقتی تطبیق می شود که پس از حرف نون ساکنه یا تنوین یکی از 15 حرفهای اخفا آید که پیشتر ذکر شدند. خب، پس برای چی در اینجا من گفتم که این یک صفت هست یا اینکه یک قاعده هست که بین اظهار و ادغام هست؟ از سببی که اظهار در یک طرف هست و ادغام در طرف دیگر هست، یعنی کاملا مقابل هست. در قاعده اظهار چطوری که شما میدونید، نون ساکنه و نون تنوین باید که ظاهر و پره ادا شود، روشن خوانده شود. به همان مخرج ما فشار میدهیم، زبان خود رو به همان مخرج میرسونیم. اما قاعده ادغام که هست کاملا نون ساکنه و نون تنوین رو از بین میبرد، از سببی که نون ساکنه رو و تنوین رو در داخل حرف بعدی میکند و ما هیچ نمیشنویم. اما اخفا که هست در مابین آنها هست، نه اونقدر گم میشود و نه اونقدر ظاهر میباشد. فقط باید که گویا که همین صدای نون رو باید به دماغ خود کشیم و وقتی که به دماغ خود کشیم، من گویا میگویم که یعنی برای شخص شنونده این گونه میفهمانم که گویا که همین صدا از دماغت خارج میشود، گویا که با دماغت نون میگویی و صدای نون رو خارج میکنی. پس انشالله با مثال ها من برای شما از جهت عملی نشان میدهم. اما این رو گفته میشود اخفا. و از چی سبب اخفا این است که مکان نون ساکنه و تنوین نه آنقدر نزدیک به مکان تلفظ حرفهای اخفا هست که ادغام شود و نه آنقدر دور که اظهار شود. از این رو حکم میانه بین اظهار و ادغام قرار می گیرد که اخفا نامیده می شود. پس بیا نظر کنیم بعضی مثال ها را. البته از سببی که 15 حرف هست این جدول خیلی کلان هست، در وقتی خود می توانید که تمام مثال ها را نظر کنید، اما من برای شما بعضی مثال ها را پیش می کنم. خب، در اینجا مثلا نظر کنید کلمه یکم رو، ریحن صارصاران. در اینجا ما داریم ح با تنوین با فتحتن، یعنی که در اینجا تنوین ما وجود دارد و پس از تنوین میبینیم که صاد در اینجا هست و صاد یکی از حرفهای اخفا می باشد. صف ذا ثنا اگر باید داشته صاد. خب، پس در اینجا ما باید نون همین تنوین رو مخفی کرده از دماغ خود با غنه یعنی تلفظ کنیم.
بس چگونه من این رو تلفظ میکنم؟ آیا من این رو ریحن صرصرن میگویم با اظهار؟ نه. آیا من این رو به طور ادغام ریحس صرصره میگویم؟ نه، این شد ادغام که در اینجا قاعده ادغام به وقوع نمی آید، بلکه من این رو میگویم ریحن صرصره، ریحن. خب یعنی که همین نونی که باید من تلفظ میکردم به دماغ خود میکشم و در اینجا غنه رو برای 2 حرکت وقت میدهم، یعنی تیز من نمیگذارم، باید که همین صدایی که به دماغم کشیدم حداقل به 2 حرکت وقت بدهم. ریحا صرصرا. خب اکنون در اینجا ما داریم نون ساکنه و پس از نون ساکنه هم صاد هست. خب اینجا هم پس از نون ساکنه صاد هست. یک حرف دیگر رو میگیریم، مثلا در اینجا ما داریم نون ساکنه و پس از نون ساکنه هست حرفی ث. من این رو منثوران نمیگویم یا منثورا نمیگویم، بلکه این رو منثورا. چی میگویم؟ من. اگر این گونه اخفا کردن نمیتوانید و ادغام کردن نمیتوانید، یعنی صدای نون را به دماغ خود کشیدن نمیتوانید، کوشش کنید که دست خود را به بالای بینی خود گذارید و اگر توانید همون بینی خود را کمی یعنی فشار بدهید و کوشش کنید که فشار همین حرف رو در دماغ خود حس کنید. کمی دماغ یعنی میلرزد، کمی فشار حس میکنید در دماغ خود، در آن وقت بعد میفهمید که در اینجا یا اینکه از دماغ خود این حرف رو خارج کرده توانستید. در اینجا هست مثلا نون ساکنه و در اینجا هست کف که یکی از حرف های اخفا می باشد. پس به جای من کلی یا من کلین میگویم من. خب یعنی نون رو مخفی میکنم و بعد دماغ خود میکشم. در اینجا عادن کفرو، عادن کفرو. خب پس این شد حکمی اخفا. بعضی دیگر مثال ها مثلا برای شین، در اینجا هست نون ساکنه، پس از نون ساکنه هست شین. فمن شاء نمیگویم بلکه فمن شاء. در اینجا مد هم باید باشد و نون ساکنه که هست وقتی که شما این رو مخفی میکنید زبانتون باید که به همون مخرج نرسد. طرف اللسان به بیره های دندان های بالا اگر باید داشته باشید، من 6 دندان میگویم اما بعضی ها محدود نمیکنند، یعنی که یک رقمی دندان ها رو پیش نمیکنند، همین خیلی بیره های بالا دندان های بالا میگویند. اما اگر دقیق تر گویم 6 دندانی بالا، بیره های 6 دندان های بالا چی میشود؟ طرف اللسان یعنی پیش زبان به همونجا میرسد برای آنکه نون تلفظ شود. پس زبان باید از مخرج پایان ایستد. زبان در اینجا کار ندارد. اگر زبان خود را به مخرج رسانید و چسبانید این در اینجا اظهار می شود. اگر زبانم را من چسبانم چگونه می شود؟ فمن. خب این شد نون، یعنی نون ظاهر شد، اما زبانم را باید از مخرج پایان نگه دارم و تمام توجه خود را به خارج کردن گویا صدای نون از دماغم باید کنم. فمن و زبان پایان می ایستد، در جای خود قرار می گیرد و دهان کمی باز می شود و توجه انسان به دماغش می رود و فشار را شما در دماغ خود حس می کنید. خب این بود مثال ها برای قاعده اخفا. اکنون آخران بیت ما در مورد احکام النون و المیم المشددتین هست، یعنی حکم نون و میمی که تشدید دار باشند. مؤلف میگوید و غن میما ثم نونا شدیده و سمی کلا حرف غنة بعد. و غنه کن میم و نون را که مشددند، هر دو را حرف غنه نامگذار که ظاهر می شود. خب در اینجا بده کمی حرفی یا کلمه اضافگی هست. در اینجا بده ضروری نیست، بده ای ظهره یعنی به معنای ظاهر شدن هست، اما در اینجا اصلا این کلمه حتی ضروری نیست، یعنی معنا الکی پره هست و کمی این معنا رو به معنا خلل میرساند و انسان رو کمی در غلط فهمی میگذارد. اما از سببی که در اینجا حسابی شعری به پایان نرسیده است،
از این سبب در اینجا مؤلف این رو اضافه کرده است. برای همین اگر به این اونقدر از جهت معنا توجه ندهید برای شما واضح تر خواهد بود. به هر حال و غنه کن میم و نونی را که مشددن، یعنی واجب است بر تو ای خواننده که هنگام خواندن میم مشدد و نون مشدده غنه رو روشن ظاهر کنی. غنه رو یعنی صدایی که از دماغ خارج می شود با حرف میم و با حرف نون. مثال ها برای این حالت ها: من الجنه، در اینجا هست نونی مشدد، در اینجا هست نونی مشدده. من الجنتی و الناس، یعنی که وقتی که من این رو تلفظ میکنم صدای همین حرف رو به دماغ خود میکشم و به دماغ خود فشار میآورم و از دماغم صدا خارج می شود. من یعنی کمی حس میکنم که دماغم میلرزد یا اینکه کمی جنبش دارد یا اینکه فشار دارد، چقدر که خواهید فهمید، و از همین جا صدا خارج می شود. من الجن، خب من الجنتی و الناس. در اینجا هم ما میمی مشدده داریم. یا ایها المزمل، این رو غنه گفته می شود. ثم لما، هنگام تلفظ کردن میم مشدده دهان محکم می شود، پورا محکم می شود. من الجنتی، و هنگام تلفظ کردن نون مشدده دهان محکم نمی شود به پرگی، اما کمی دو طرف دهان پس می رود به مانند یک لبخند. من الجنتی، یعنی ضروری نیست اما از جهت طریقه عموما دهانی همگی یعنی به همین گونه صورت می گیرد. من الجنتی و الناس مزمل، یعنی یک بار در نزد خود این را عملی اجرا کنید و اهمیت بدهید که آیا از شما این به وقوع می آید به طور درست یا اینکه نه. غنه در هر دو حالت یعنی نون و میم ساکنه و نون و میم مشدده موجود هست، اما در حرف مشدده غنه روشن‌تر و واضح‌تر است. و در آخر مؤلف میگوید که هر دو را حرف غنه نامگذاری، یعنی نون مشدده و میم مشدده حرف غنه نامیده میشوند. و کلمه بده در اینجا هم واضح کردم که کلمه بده در اینجا برای تکمیل بیت آورده شده است و معنایش این است که غنه ظاهر و روشن می شود. خب اما اگر این هم نمی بود الکی، یعنی این رو ما فهمیده بودیم از خودی همین بیت الکی به ما واضح بود. در اینجا آخران توضیح همین است که غنه صدایی هست که در حرف نون و میم جای گرفته است که از قسم بالای بینی از خیشوم یا از دماغ که میگوییم بیرون می شود و زبان در این صدا نقشه ندارد. مقدار غنه تنها 2 حرکت هست. در همین جا درس ما با پایان می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.